داده دست برات تو رمضان؟ من نمیفهم آوازی بکنم چی بکتی لحت ماشاءالله یعنی همسایه داری همینطوریه برو که تو مطمئنه بدی بباره کلاه خلاص کنه بیاره لحت خیریت باشه با کمپل و بالشتی به دستتونه از دست میزن خودی شب با مچید خوی بیدم چری به مچید؟ سو وقت دیدم بچه ها بیامدم و خون صاحب نام شروع کردم به بچه ها سبق میدم بچه هم خیلی قال مقال میکنه من خیلی نبود تو بشی کجا بشینم؟ تا خوکا بشی به مچید خیلی تا خوکا نمیشینی تا مچید خو فرش تو زن ما چه کن چی میفهمیدم من؟ اصلا حیفمو زن بخونی تو با خدا خدا حیفمو زن بخونی من چی میفهمیدم که میته بی عقلیه بچه گلجو ما دیگه نصیحت میکنم میگه گپ خود گوش کن بفهمیدی قراری کرده علی که به مسجد خیلیشی شلوغ مردم به نماز میرن ایبری بره به 4 سبق میدن قلقله یا تور برست نمیکنن قراری کرده به عرف ما بکو بیا برو به زیارت؟ اون گردن ما بعد زیارت داری نون تو بروغن میشه برو قراری کرده خودی همین بالش همین کفر برو به زیارت همین جا خوبه دا یعنی مردم که تیر شم مردی خب یا خدا بیا مردی میدن خط میخورم سر زیارت یکی مردی داره میاره بزیر میکنه و تو خیلی خیریاتی هم میده 20 50 پول هرچی میده تو میده پول هم با تو جمع میشه برو قراری کرده همون جا ملنگ زیارت شو انال ایتنه کجیر جان انال شو من مردم میترسم هیچ کپینیه گردن و من اگه که به تمچی خیشی به زیارت خیلی ایدونی تره نه کجیر همون مرده گردن و با خودی تو رفیق میشم نه ایتنه که انال سیکوتو انال ایتنه کجیر دهن ما قلف میشم اینجا انا با من نمیتونم گپ زدم میترسم خدا اینا کرده خاک به زبون تو من میترسم دهن ما قلف میشه ما چی شو بس سر تو دارونگی لگنی دروغ بگون که سر تو به تو بودی که چلو گخصده نمیدونم نیه ایده به زیارت داری خیلی به تو بیتره هن اختیار خوده از ما گفتن و از تو شنیدن برو قراری کرده به زیارت تخت پوت خوبه اونجا دونو که از همه بیتره با ما چید نرو اونجا به تو پولم جمع میشه سر زیارت مردم به خیر خوب یه 20 50 10 50 به تو میده میگم این گناه داره فکر میکنم ملنگ زیارت سرکلی تو کبرد ملنگوی تو یک کار بکن تو برو در سلام و سکو زن ما پشیمون نشده که من بیایم با خدا 99 سال و 99 روز و 99 هفته به سراخ و نریم اگه یاد فکر تو تومد ناقه بکنم تو گیلم جو دیل جمع برو بمی زیارت خیش و گندن به بنده دهن تو غرف میشه هیچ کار نمیشینی میترسی بانجو نبعد همین کالایی نمیشه نه زننگه تو یک سر فس میکنی برو با من به زیارت خوبه بری عباس کنی توی بخیر جنجال آن خوبه شکر عباس هم کجا می بری؟ سرا چره؟ هم یک کار نه بکن چیه؟ سکو هم یک کار بکن بچون خوب خب همون زره تا در سلامو میری چره؟ همین در سلامو برو تو که همسایی مانی انا تو سیکو ایت معلومات بگی سیکو که من دیشب با مچید خواه بودم سیکو که انا نوزباد ما مثلا پشیمون نشده چره مچید خیلی؟ ما دست زن خود دیشب با مچید خواه بودم حالا کجیره بدیدم تا از این کوچه تو مچید آمدی اینا؟ کجیره بدیدم میگه برو به زیارت من گفتم بلکن پشیمون شده باشن خود تو برو یک سیلی بکن چه کار بکردی که پشیمون شده باشن؟ کی؟ یه مچید خیلی شدی تو کی؟ تو چه کار کردی؟ جنگ کردی و خونه؟ جنگ کردم سالا با 12 همون مشتی خانه خب چه برو به سراخ و گپ بینه نیه پشیمون برو به سراخ نه خب بگردن من بار شده بگردن از جان بار شده برو سکو اگه پشیمون هم ایت
بیا با من خبر بده که اونا پشیمونه. خب چرا تو خودتو نمیری؟ نمیشه دیگه، تو به گپ نمیفهمی. خب تو شب مسجد نبایید شب. خب برو به سرا برو، اگه ایده کاسا بخوره به خودت جنگ پس بریش برو مسجد برو. نه خب گردن ما بار ما گفتم تا دیگه بروز قیامت نمیام. بزن خب گفتم من رنگ تورنمنت تو که زمانات من میکنم که پشیمون نشو. پشیمون شدم برو. پشیمون شدم. یعنی ما یان که ما برم. اشته نمایم برو که لجو پس برو سرا. بفهمیدی؟ ایتاله نکر برو خو. برو. بچه اپوش نمیفهم چیه مامان. تو برو یک چرخه. من میگم تو حالا میفهمی که پشیمون شدم. برو. بیا. دیل جمی بده جون نامردی نه. جمی بدم. تو 100 سال دیگه هم به خونه نری. به قصه تو واه. تو خبر ده. شوخی با تو گفتم تو برو به سرا. پشیمون شدم. تو نماین گیله. نمایم نه. یعنی چی تو نما؟ میگی میگه اگه برو به زیارت خودشون غلف نمیشه دانمه. تو میتر تو شب کوچه بیریشی میتر. بابا. تو به زیارت رو میشه تیر میکنی. میترسم مردا. برو مسجد خوشی برو. خب مسجد کنه بدم دیشب بدم من سو وقت بچا خود من یک بلوک برختم الف ب میخونم. برو به زیارت ملنگ شو گیله. حداقل کسی به دایی بسی و تو میده. نمیشه برم به روخو برم. به روخو میری؟ اینا بری با من. کشا خورم بیر کنم مقبول به روخو برو. از من؟ مردن اینا رو میدی با من که بابا ترا گوش نشون بخورم. ترا خیلی چیزای برو دیگه کمه. برو کشو من میگم ما غریب مسکین. بعد این پنجیری میای. دیگه چیه؟ دیگه خونه خودستوندو. بعد این کار خیلی دیگه. نه اگه یک دن خیلی گوش نشدی شال خوب بفروش یا کلاه خوب بفروش. بعد اینا با ما برو هم سوی داری بده. یک دونه پنجیری. لافتی دادم تو بالشتی. نه عمل بده دیگه عباس چه کار میشه عباس؟ نگفتم بیا. عباس من کار بده من کلام. خو اینا ور چیکار اینا کنه میتونی. اینا چیه؟ خیلی برم اینا رو بده. گوش نشون اینا رو. بعد اشته میخوری؟ میشورم. برو. کشو من میوار درست تو. کشو پاک. خال پار من پاک. حال بروخ میری تو. پاک. اگه میشه که نزبات مردیدی به تکوچه. بفهمیدی؟ خسور مردیدی. بگو ماما خسور گلک. دومات شما برفته به روخو. انا دیگه به قصد دختر خوبشی کور جمع کنه. خدافیزی نمیکنی؟ خود کی؟ خود من. خوشم گلک تو دیگه نمیبینم. ندارم. هیچی. هم پول دیشم اونو هم بستم میگم برو بخونه پول بستم ما دوباره بستم. به شرط پسور نگردی. نه. برو خدافیز. اول نگشتم کمپالو لافته نمیدم. برو نگرد برو. هر کار میده بری برو. باید بخیر سلامتی شکر همینا رو بگیری اینا رو گلک دو ابی عقلی خوب بدد با من از تو من چی ورتر رو بدیدم گفتم من دیشاید از زن خو مسجد خواه بودم گفتم من چی جنجال کردم چکار کردم جنجال کردم است که نیه هر دم جنجال میکنه او یک نوستی یا عروسی اول از اینیه گفتم من میرم به روخو تو پس نبودی از دو مکانی پنجری میری ترکریست نمونه رو بدم بریو گفتم من میرم به روخو میرم میگه 33 بلای ما بهم رعد تو که بری که دیگه تو نبینم چیزی نگیم بری لالا رمزون چرا خیر سکو ما شما همسایه خب سادهه ما شما همسایه گفتن خوب نیه این تعرض یمی عروسی خور نکرده این تا 1 ساعت و ثانیه ما اوقات خوش دست گلک و زنه نده خیلی تعامل کنی که میگه بیشتر 100% گناه از گلک حال بره دیگه نه میره کجا میره پس میاد ها اون میره کجا داده که بره چیزی زر نگیم به تو خیلی دیگه قرار من خود من دیونه شدم از دست این آمده گفت اگه از تو تک من میتمیرم کمی با این جوی تکیش اونا رو بدون بره میگفتی برو که رفتار تو
بیا چاش تو به سلام بیا تشکر بیا اون کنه بدن دست چای میخوردی عباس خیر بینی برو تو چه خاله؟ بله این موتر شما نه؟ جام این موتر شما نه؟ نه شما نه چره؟ نه ما خری هم نداریم که سوارشیم چره؟ این موتر شما نه؟ بله ها خب میبینی از ما نداری مر به چند نمیبریم؟ کجا؟ به روخو که میرم کجا میری؟ تو به روخو میرم تا به می جایی که من به روخو میرم به روخو میری؟ ها این موتر به رو تو طور برده نمیتونه میگم پیاده بری چره؟ طول میدم ما به شما به کجا میری؟ طول میری بله به کجا میری؟ اگه نمیبری کنی بوس میزنه بوک میزنه بگه بیا برو خودی برار جو ما خود شما برار منه به موتر منه ما برار ما به شما گپ میزنم من میگم همین تا به جایی که من به روخو میرم به چند میبری تو آدم هوشیار یا دیانه؟ شهر هوشیار کی نه؟ به روخو میگی من میرم به روخو من چی میگم تو با کجا میری به روخو؟ خب به روخو میرم من جایی که من به روخو برسید من جایی که من به روخو برسید و میگم برو کاکا برو من حوصله تو ندارم موتر مخرب برو خود تیر که به روخو میرم به چند نمیری موتر یک مسیر داره ما این تسکینیه همین خود تسکیه من میگم تا به جایی که من به اگه روخو مشکل عقل اعصاب داری تو بیا که تو به شفاخونه ببرم کراتور گپ زنم میری به شفاخونه چرا به شفاخونه خب مشکل داری تو چی مشکل دارم عقل تو مشکل داره نه بابا من 7 سال پیش شستشی خدا دادم قسم عقل تو ناقص اما شستشی دادم برو بدن تو برو لالا تا به اون جایی که برسیدم به روی خود رفتم میبری به چند میبری این نمیبره برو تو برو مزای مردم تو از پیار و مادر خونامردی برو خود تیگو برو تو از نفتک و نویری خونامردی از کجا هستی توی تانتیکه من ناقصه یک قله که اویت نمیری که یک قله اویت بری از این قله یا خب میبینی به چند میبری برو کاکا برات کار خب برو خرابه موتر برو خرابه خدای پاک بکنه که تا به قاف قیامت یار نشی یاری اگه خدای پاک دعا تو گیرا میکنه آمین این لگن رخشویی برو خود تیر کو کپو نازی این لگن رخشوییه نه به رو خوب چند نمیبینی برو تو میگم اگه بیکار مسخره قیافه خدا بگیر میگفتی اگه ایت بری تو سیکو که چکار بکن مرده که دیوانه دای عجب آدم ها ساده پیدا میشه Senti, chi le dà questa roba? C'è mi Esco. سلام علیکم. ما نوشتنیم. یاد ما رو بود. سلامت جلسه. سلامت باشین. شما خونه خاله جان بخیر. سلامت. جلسه. چه می‌دونی دختره اگه خانواده خوبه. خوب بودم شکر شما خوبین. جلسه. سلامت. چطوری کوکو جان خوبه بخیر. سلامت. جلسه ما خوبه. سلامت باشین. همینطور خونه بودم تو چهار باش خودم از شما خبری هم بگیرم. چون کلیمی گپ دارم به شما. همین درباره می گیلک دوما شما دختر شما بله باور کنیم ماما جان گفتن خوب نیه خوب
همین 24 ساعت نون خور به خونه گفتم میدیم میخوریم. دست دختر شما و دست گیلک. چه مشکل دارم اینا؟ مشکل نام اینه که گیلک میگه الف گو میگه تیا. گپای نبرو هم نمیره. گپای نبرو هم نمیره، چیزی برار مسادیه، چیزی هم دختر شما مثلا هر دو تا ملامت هم 80% ملامت 80% هم ملامتی از هیچ کدوم نیه. برار من ملامت دختر شما ملامته. دیگه این تو کاری هست که دختر فراموش کردی اختیاردار پیار نیه. خود شما میدونه و همون خونه شما میدونه و همون کار شما با هم بسازم. ما دیگه دعوا نداریم که چرا دختر ما بسازیم، چرا دعوا میکنیم، چرا ما نمیایم بخوان شما نمیگیریم، شما میایم بخوان ما میگیریم. نه سعی کنیم الان این تنه خوب ما به شما چیزی بگم الان یعنی بران مگیلک دیشب برفتن با مرچه بله امروز وردشته لافته کمپال و بارش که دیشته بداده و دست می عباس همسایه ما که اینا رو بگید ببور اکر سلام بداده ولی و داده بگو بیا وجود خیرمن و در سلام و خینه برار شما نه که من میرم به روی خو میرم دست زن خو من گفتم بیایم پیش شما مادر نام اینجگاه مثلا شما هم هستیم حداقل می دختر پر یا زنگ زنیم که بیایه 4 کلمه نصیحت بکنه خونه و زندگیتونه سوزن و پادون و سودای اون مجبوری خودی این آدم بسازی. سه کنیم گناه یک طرفه هم نمیشه، گناه دختر شما هم هسته، گناه گیلک هم هسته. دختر رو چی میگه؟ میگه با من زرد سوختی ها کن نمیگه. خب اول تو هم گناه داره دیگه، گناه که نمیشه، گناه یک طرفه نمیشه. من بگم گناه یک طرفه نیه، برای من ملامته، دختر شما ملامته. دختر شما ملامتی از اینه که علی میفهمه که علی شوم سادهه. باز هم سر به سر رو میگذارم یک سره به زبون میگه. باید کنیم ما به خونه خونم میشنم و صدای که کلمه گیلک میگه 10 کلمه دختر شما به دهن نمیکنه. درسته، مدت شما قبول دارم. اگر چیزی هست که شما باید مادری داریم، برادر کلومی داریم، بیایم گیلک کرن نصیحت کنیم، من دختر خون نصیحت میکنم. شما بسازیم خودم بدن. من شب روز رو نصیحت میکنم، شب براجو، براجیگر، به عرف، به التماس، به جنگ، به دعوا، به هر لاره که من بگیریفتم نشد. خب باید دختر من رو کجایه بگیم بیایه که من رو بپرسم چی مشکل داره؟ خب دختر شما که به خونه من اونو بیخی و جایی میکنم میگم که برو به خونه برو که سگ و پیار توی اینا چیم بیخی میگم برو به میمونی برو به خونه پیار برو. خب بیایه که من اگه گناه بود ما سر میکنم. نه گناه توی طرفه ماما جان. ما تو مردم اینه که خود خش کنه سازه. خیر بینیم من شما رو میشناسم خونه شما آقا. ما از شما تا در خونه خدا رضی. ما شما رضیم ولی برای تو که ساده یک گناه ما چیه؟ اول نگفته که برای ما میتر مشکلی داره میتر ساده دختر مارم به بلای نقشه خود خورم به بلای حالا که ما نگفتیم یا بگفتیم ماما جان حال خواهمی کار بشود و مجبور رو بسازه خودی. خب میسازه تو باشه بیایی به پیش نکمه ببینون مشکل عدی چیه؟ نون نمیاره، چای نمیاره، گوشت نمیاره، خواهم برم مقصد عدی که میاره بده. ببینید به زندگی خوبه سوده ما خودی رو کمک میکنیم یوتنیه خودم یوتنیه که چی با کمه بودی هیچ چی نداره با خونه خود خب بدزبونه گیلک او هم بدزبون ها او هر دو تا میتونم بدزبون هم خب باشه دختر میگه من میرم ماما جان دیگه من گفتم باش برم شما خبر هم بگیرم خیر بینیم خونه خود من خود خیر بینیم ما وقت میکنم سلامت باش خدا بشین ما کنم نه بشین خیر باشین خاله خدا